همچنین به خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکر گزاری کنید نعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. بر اساس آموزه‌های تفسیر المیزان، شکر تنها یک ذکر زبانی نیست، بلکه به معنای استفاده از هر نعمتی در مسیر کمال و رضای الهی است. در این نگاه بخشش به دیگران عالی ترین مرتبه سپاسگزاری است. تجلی سپاس در آینه بخشش، حقیقت شکر قرار دادن نعمت در جایگاه اصلی آن است. وقتی ثروت در راه کمک هزینه شود، شکر محقق می گردد. بخشش به دیگران نوعی سپاسگزاری عملی از خالق است. این عمل نشانه درک صحیح فضل و کرم، انفاق، پیوند میان بنده و پروردگار را مستحکم می کند. کمک به هم نوع، سپاس از سلامت و توانمندی فردی است. طبق وعده قرآن، بخشش مایه فزونی و برکت دائمی است. کفران نعمت با بخل و بی‌توجهی به دیگران ظاهر می شود. ذات شکر، رشد روح و گسترش ظرفیت وجودی انسان است. بخشندگی، قلب را از وابستگی به دنیا پاک می سازد. ایثار، برترین شیوه قدردانی از نعمات بیپایان خداست. نظام هستی، بخشش صادقانه را با فراوانی پاسخ می دهد. سعادتمند کسی است که دارایی را ابزار خدمت یابد. بذر احسان در شوره‌زار بخل هرگز نخواهد رویید. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت.